الحمد لله القوي المتين، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا وأعنا على اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وأعنا على اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اجعلنا من العاملين بعلمنا. اللهم اجعل عملنا حجة لنا يوم نلقاك، ولا تجعله حجة علينا يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران عزیز و موحدین اهل سنة والجماعة، و فضل و کمک و احسان الله سبحانه و تعالی در درس فعلی در موردی باب الکبائر و علامات النفاق قرار داریم. باب درباره گناه‌های کبیره و علامت منافق، نشانه های منافق. خب که با چند از احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شما را میخواهیم که با سمع شما برسانیم ان شاء الله با توفیق و منت الله سبحانه و تعالی. خب باب الكبائر و علامت النفاق، یعنی باب کبیره ها، گناه های کبیره و بزرگ و نشانه های نفاق. خب فصل اولش حدیث رقم 49 شروع می شود. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله أي ذنب أكبر عند الله. از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت است که فرمود رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند، بر رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند، یک مرد سوال دادن، یک مرد که یا رسول الله ای الذنب اکبر عند الله، کدام گناه نزد الله بزرگ است از نگاه معصیت و بزرگی؟ و رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال دادن. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که قال ان تدعو لله ندا وهو خلقك، گناهی از همه بزرگ این که قرار میدهی برای الله سبحانه و تعالی شریک. ندن به معنای شریک یعنی همتا، همانند، یعنی مثال، نظیر، همتا در دعا، در عبادت. خب این اگرچه گناه است این کار، لیکن انسان را از دایره اسلام خارج میکنه. این را بدون منزله گناه ها را که شرک چیزی است که شرک اکبر باشه انسان از دایره اسلام خارج میکنه با وجود گناه بدنش. که مثلا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این رو ذکر کرد که ان تدعو لله ندا و هو خلقک. بزرگترین گناه ها این است که میخوانی برای الله سبحانه و تعالی مثل و مانند و شریک، چی در دعات باشه چی در عبادتت باشه، و این حال آن که الله تعالی خلقت کرده است، آفریده است. قال ثم ای، بعد از اون با عمر سوال داد که باز کدام گناه؟
بزرگتر است یا رسول الله؟ اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود ان تقتل ولدک خشیت ان یطعم یا که ان یطعم معک، پسر خود را میکشی. جاهلیت، در زمان جاهلیت این کار بود، مردم به خاطری که فرزنداشو نان میخورن، نانخوری زیادی گفته یا که خیلی خلاصه خشیت املاق، از ترس گرسنگی فرزند خود میکشن، اعوذ بالله، در میدان کیش. خب و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که و دیم گناه بزرگ این است که بچه خود میکشی از ترس اینکه قطعی یک طعام میخوره، ای یأکل معک یا که ای یطعم معک. قال ثم ای، بعد از آن عمر سوال داد که باز کدام گناه بزرگ است؟ فرمود که ان تزنی حلیلت جارک، اینکه زنا بکنی زن همسایه خود رو. اما خب در این باره کمی صحبت کنیم. حلیلت جارک معنیش من حل یحلو است بالکسر، یا که حل یحلی، انا اذا کل منهما حلال للآخر، بخاطر که هر یک با دیگر حلال میبوشه، یعنی زن و شوهر با دیگر حلال میبوشن. خب او من حل یحلوها یحلو بالضم، یعنی کل واحد از این دو زن و شوهر حال عند الآخر فمطلق از زنا ذنب کبیر، مطلق زنا، چی با زن همسایه زنا کنی که چی با دیگه کس آدمی دور باشه، این گناه کبیره است. لیکن و خاصتا مع من سکن جوارک والتجأ بامانتک، خاصتا همسایه‌ای که در پهلوت قرار میگیره و او یک امید داره به همسایگی تو که تو را نگهبانی میکنی، در امن است نسبت تو که تو مثلا در ناموس او دست درازی نمیکنی، که او اگر نباشه تو مثلا در اهل عیالش امانت چی میکنی با تو میسپاره. در همین حالت ببری نعوذ بالله با زن همسایه ای کار بکنی، این دیگه حد کنار نداره در گناهی کبیره بدن. و همون خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید فهو زنا و ابطال الحق الجوار، یعنی زنا همیشه و باطل کردن حق همسایگی ای. خیانت با همراهی اقبح، بسیار خیانت قبیح، این قدر دیگه حد مرز نداره. و دیگر رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که فانزل الله تصدیقها، الله سبحانه و تعالی نازل کرده در قرآن تصدیق همین قول رسول الله صلی الله علیه و سلم را در همین مسئله در سوره فرقان آیت 68. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والذین لا يدعون مع الله الها آخر، یعنی مسلمان و مؤمن واقعی کسانی هستند که نمیخوانند با همراه الله سبحانه و تعالی معبودان دیگری را، ولا یقتلون النفس، و نمیکشند جان را که التي حرم الله الا بالحق، جان را که الله حرام قرار داده است که نکشی امورا مگر به حق. یعنی به حق در اینجا استثناء میکنه الله سبحانه و تعالی که اگر یک انسان مسلمان ای لا اله الا الله میگه و بعد از او با چیکار میکنه؟ زنا میکنه، زن یک مردک دیگره، او را کشتنش حقه، یعنی رجم کرده میشه. یا اینکه مثلا ارتداد کفر مرتد میشه بعد از اسلام، یا اینکه یک نفر میکشه غیر حق، یک نفر میکشه، در اینجا قصاص میشه. و همون خاطر الله سبحانه و تعالی در اینجا میگه ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، و نمیکشن مؤمنان واقعی نفسی رو که الله حرام قرار داده است مگر به حق. یعنی اگر حق کشتن داشته باشه این انسان، حقش باشه که بکشیش، گفتیم اگر مسلمانی که مرتد شوه، کافر شوه بعد از اسلام، یا اینکه چی به سبب همین نواقضای اسلاماتی گرفتار شد، یا اینکه خلاصه چی زنی که یا که مردی که زن داشته باشه بعد از احسان با برو از زنا کنه، یا اینکه چی
کسی که کسی را بکشه. خب من باب قصاص. و دیگه ولا یزنون، الله سبحانه و تعالی میگه که زنا نمیکنن مؤمنای واقعی. الآیه تا اینجا را میخونه، متفق علیه. این حدیث را بخاری و مسلم روایت میکنن. خب و از عبدالله ابن عمرو رضی الله عنهما روایت است که فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و سلم الکبائر، گناههای کبیره، الاشراک بالله، شرک آوردن به الله. باز متوجه بسازیم که شرک آوردن به الله درجهش مثل این نیست که یک انسان دزدی کنه، درجهش مثل این نیست که یک انسان دروغ بگه، درجهش مثل این نیست که یک انسان عرق بخوره، درجهش مثل این نیست که یک انسان یک کس تهمت کنه. همین خیلی گناه نه، این انسان شرک از دایره اسلام خارج میکنه. اینا خوب متوجه باشه. خب اگرچه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در اینجا میفرماید که الکبائر، کبائر یعنی گناههای کبیره، الاشراک بالله، لیکن این به منزله در چی نیست؟ و عقوق والدین، مثلا نافرمانی والدین، پدر مادر. اصلا عقوق والدین چی راست اینجا؟ یعنی قطع صلتهما، قطع صله رحمی با پدر مادر، یعنی مأخوذ من العق، گرفتگی عق، عین قاف، و هو الشق والقطع، یعنی بریدن و جدا شدن. مراد در اینجا عقوق احدهما گفته شده است که ضرر رسوندن یا ایذا و اذیت رسوندن آنها، که لا یتحمل مثله من الولد عادتا، یعنی ای فرزند تحملی همون را ندارن که فرزند همون آزار و اذیت را با پدر مادر خود برسونه. اینا میگن عاقی والدین. و گفته شده است این که عقوقهما یعنی نافرمانی اینها مخالفت امرهما معنیش میشود، چیزی که اونها دستور میتین در چیزی که معصیت نباشد، یا چیزی معصیت نباشد امرت کرد اجرا نکردی، همین را میگن عقوق والدین. درست شد؟ خب لیکن گفتید که نماز نخون، گفتید که روزه نگی، گفتید که جهاد نکن، گفتید که مثلا صدقه نتی، گفتید که حج نکن، گفتید که مثلا خلاصه یک نفر بکش، گفتید عرق بخور، در این طریق این حقوق والدین در داخل نمیشود. کارهایی که شرعاً مثلا جایز است، خلاصه همه شما میفهمید. خب و دیگر این که الکبائر و قتل النفس است، کشتن یک انسان که الله سبحانه و تعالی حرام کرده است کشتنش. و الیمین الغموس، قسم غموس، یعنی یمین سه قسم میشوه. یک قسم میشوه که یمین لغو میشوه، یعنی یک انسان قسم میخوره در خوابش مثلا، یا اینکه یک انسان با چیز قسم میخوره که شیدن همین ممکن نیست همون کار، او انسان قسمش لغوه، همون کار انجام دادنش ممکن. یعنی مثلا میگه که قسم میخوره که من پرواز میکنم در آسمون میرم، این نمیتونه، امکان نداره، قسم این لغوه. و دیگر این که قسم میشوه قسم منعقید، قسم بسته شده، یعنی قسم میخوره که مثلا چی خلاصه یک کار من انجام نمیتیم که اگر انجام داد گناهگار میشوه، این قسم منعقد میگن، بسته میشه. و قسم غموس میشوه. قسم غموس در اینجا چی را میگن؟ الغموس به معنی این میشوه که الذی یغمس صاحبه فی الاسم، انسان را در داخل گناه غوطه میزنونه. خیلی که انسان در درون حوض میپره میدرویه میروه کو، همین خیلی انسان در درون گناه میزنه میروه داخل میدرویه. اینا میگن قسم غموس. این در کدام حالت میشوه؟ و هو الحلف علی الماضی عالما بکذبه، یعنی قسم میخوره که یک کار نکرده است، در حالی اینکه کرده است میدونش، عالما بکذبه،
میدونه که من خودم دروغ گفته هستم. یک کس مثلا جو دزدی کرده است، یک کس کشته است، یک چی کرده است، قسم میخوره من نکردم اون کارا، در حالی که میدونه که کرده است اون کارا. اینا میگن قسم غموس که انسان رو در همین گناه چیکار میکنه؟ غوطه میزنونه، میدروره، میبره. خب رواه البخاری، این حدیث رو امام بخاری روایت کرده که صحیح بخاری است. و دیگر در روایتی که انس ابن مالک رضی الله عنه روایتش میکنه که یا متفق علی بخاری و مسلم است، که و شهادت الزور، گواهی دادن بر دروغ، در جای الیمین الغموس و شهادت الزور، یعنی یک انسان میبرن برای گواهی، میگن که تو گواهی بده که نمی انسان مثلا دزدی کرد، در حالی اینکه هم بیچاره دزدی نکرده است. تو گواهی میدی که هم دزدی کرده است. اینا میگن قسم غموس یا اینکه شهادت زور، که این عین همین شکلی که انسان در درون گناه غوطه میزنه به همین منزله. خیلی گناه کبیره سخته. یا انسان یک گپ نگفته است، مثلا ترا میبرن شاهد، میگن که تو بیا شاهدی بده که نمی گپ همی گفت یا همی کار همی کرد، ولی اون که همون کار نکرده است میرای پیش همون مردم و قاضی گواهی میدی که ها من دیدم که همین کار کرد، در حالی که نه دیده نه خبر داری. اعوذ بالله. یا در اساس رشوت همین کار میکنی، یا اینکه خلاصه خیلی متوجه باشه. شهادت زور گناهش عین شکل زنا، عین شکل آدمکشی است. خب و از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که فرمود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند اجتنبوا السبع الموبقات، از 5 گناهایی که هلاکت میکنن، انسان به هلاکت میاندازن و انسان برباد و تباه میکنن، ای 5 همین مهلکات پرهیز کنه و دوری بجویه. قالوا یا رسول الله، صحابی‌ها گفتن یا رسول الله و ما هن، کدام گناه ها هستند اونها که انسان هلاک میکنن؟ گفت که الشرک بالله، یکمش شرک ورزیدن به الله سبحانه و تعالی، و دیگر که و سحر، جادوگری کردن و پیش ساحر رفتن و با سحر ساحری کار گرفتن، نعوذ بالله، که این از مهلکاتی است که مردم ما و نهر خاصتا تاجیکستان در این چیز آغشته هستند، خاصتا همین طبقه اوناس و زنها، نعوذ بالله من ذلک، که کافرای جادوگری مرتد سرکار دارن. خیلی متوجه باشه برادرای عزیز که مادر، دختر، خواهر، عمه، همه کسی ما و شما داریم. هر کسی که میدونه که همین مادرش، پدرش و همین چیزا دست دارن، چی با جرأت کمال، با یک ناترسه و شیردلی باید که اینها را رد بکنه. یک مجاهدی واقعی و مخلص موحد و شمار می روه. اگر کشته می شود در مقابل همین جادوگرها، با اینکه مقابل یک جادوگر را کشته است، به قتل رسونده است، این انسان خیلی از همین جمله موحدین واقعی است. و همون خاطر چیز بکنه که از جمله چیزی است که انسان را به هلاکت می رسونه. گناه‌های خیلی خطرناک است. و قتل النفس التي حرم الله الا بالحق، و دیگر اینکه موبقات و مهلکات، کشتن نفسی که الله او را حرام قرار داده باشه مگر به حق. هیچ خیلی گفتیم برای شما. و دیگه و اکل الربا، اینا سودخوری، این علامتی چی است؟ مهلکات انسان است که ربا میخری. ربا قطعی پول میگیری و میخری. و اکل مال الیتیم، یعنی ظلمان مال یتیم میگیری میخری. یعنی مثلا یتیم زیر سرپرستی قرار داره، ای پدرش پول برای اون مونده است و همون پول مثلا در زیت سیکان، او بیچاره یتیم کودکی، تو اونو را میگیری حیف و مایل میکنی و مثلا میخری و گپ خبر میکنی. این هم از جمله موبقات است. و دیگه گناه و تولی یوم الزحف، گریختن و پشت کردن از دشمن در روزی جنگ. اما روزی که دو صف بین کافر و مسلمان یا مرتد و مسلمان با یک دیگر قرار میگیرن، در اون هنگام میگریزی. خب و دیگه و قذف المحصنات المؤمنات الغافلات،
متفق علی، یعنی تهمت کردن، قذف، قاف زال ف یا که حرف فا، قاف زال فا، قذف به معنی ای العفائف، یعنی غافلات به معنی محسنات، محسنات به معنی پاک دامن، یعنی رمیوهن بالزنا، اونها را تهمت کردن به زنا. یک زنکی که بیچاره هیچ خبر نداره، محسنات ای پاک دامن ای و مؤمن ای غافل ای و می کاری کردگیش، مثلا امور چیکار میکنی؟ به زنا تهمت میزنی که نمی مثلا زناکار ای، اینایی مثلا فلان ای بیستان گفته، همی به زنا تهمت کردنش. خب و دیگر گفتیم و قذف المحسنات و نه تهمت زدن زنهای پاک دامن به زنا و زنهای مؤمنات الغافلات که از همون کار غافل هستن، خودش خبر نداره، تهمت میزنی به اینکه مثلا همین کاری زنا را میکنه. و همچنین از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که فرمود رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لا یزنی الزانی حین یزنی و هو مؤمن، زنا نمیکند زناکار حین که زنا میکند و او مؤمن باشه، یعنی در حالت زنا و مؤمن نمی باشه، یعنی مؤمن کامل نیست انسان. ولا یسرق السارق حین یسرق و هو مؤمن، و دزدی نمیکند آدم دزد حین که دزدی میکند و او مؤمن باشه، یعنی مؤمن کامل. ولا یشرب الخمر حین یشربها و هو مؤمن، و نمی نوشد انسان عرق را حین که می نوشد را و مؤمن باشد. و لا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، چپاول نمی کند مالی، یعنی چپاول شده رو یا اینکه مالی غنیمت گرفته شده رو هنگامی که می بردانند مردم به طرف او یا نظر میکنند مردم در طرف او چشمهایشان رو، حینی که او چپاول میکنه و او مؤمن باشه، یعنی دزدیدن یک به صفت مخفیانه میشوه، سرقت یک به صفت جرأتانه میشوه، یعنی جرأت میکنن همین مردم میبیننش، نمیدونم میوی آشکار میگیرن میروه و مردم ای او میترسن که یک گپش بگن، مثلا ایره میگن نهبت انتهبه، یعنی اذا اغار علی اخذ ماله قهران، یک انسان مالش قهران میگیریم یا هم دستش میگیریش میره، او بیچاره هیچی گفتن نمیتونه، انا به خاطر که میترسه. اما یعنی مردم چیکار میکنن؟ در دوام حدیث میگه که یرفع الناس الیه فیها ابصارهم، میبردارن رفع میکنن مردم به طرف او انسان در همون وقتی که هم کار میکنه چشمهایشان رو، یعنی تعجبا من جرأته، ای جرأتی همون در تعجب میدنه به مردم نگاهش روزی روشن میدزده میروه، یعنی خوفا من سطوته، ایمو ترسی او که اگر یک گپش بگه میزنم او که اگون چی میکنه. و همین مال غنیمت رو یا اینکه یک مال رو از مردم میگیرن خیلی میروه. خب و دیگر این که ولا یغل احدکم حین یغل و هو مؤمن، این خاص به مال غنیمت هست، این حالت خاص به مال غنیمت هست که دزدی کردن ای مال غنیمت پیش از تقسیم شوی، مثلا مجاهدین میرن یک جوره میزنن غنیمت ای کفار به دست میآید از قبیل سلاح و اسلحه و هر چیزی که باشه، خلاصه هر چیزی که باشه اون را میارن میمونه و او را حساب کتاب میکنن، در اون چیکار آدم رفتن اشتراک کردن، خمس مالش جدا میکنن، ای پن یک تقسیم شه دیگر روشه با اون مردم تقسیم میکنن چند خیلی که سهمش برسه. انا اون را پیش ایامی که تقسیم شوه تو برای بدزدی ایامو با طریق مخفیانه بدزدی چیزی را بری، این دیگر گناه کبیره هست، خیلی خطرناک است که ولی در بعد اینا میآید که رسول الله صلی الله علیه و سلم
حتی یک صحابی را سبحان الله میگه یک چادر هم می‌دزده، یک چادری که هیچی نیست، او ارزش نداره، میگه که بگردون ببرش، میگه در روز قیامت در جهنم توسط همین عذاب بود میتی الله. خیلی خطرناکه دزدیدن مال غنیمت. خب و دیگر که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید فایاکم ایاکم، یعنی باعد انفسکم، خیلی دور نگاه بدارید نفس خود را از همین گناه‌های ذکر شده. متفق علیه. خب یعنی چیزی که در این شرح امام نووی رحمه الله هم ذکر میکنه، مؤمنی کامل نیست همین انسان وقتی که همین کارو را میکنه. خب و در روایت ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که ولا یقتل حین یقتل و هو مؤمن، یعنی نمیکشد حین که میکشد یک مسلمان را و مؤمن باشد. یعنی اکرمه میفرماید که قلت لابن عباس، برای ابن عباس گفتم کیف ینزع الایمان منه، چگونه یعنی جدا می شود ایمان از این انسان؟ گفت که ها کذا، همین تفسیرش کرد. میگه ابن عباس گفت که و شبک بین اصابعه، همین چلیکاش در یک دیگر داخل کرد، میگه ثم اخرجها، بعد از اون میگه خیلی یک دیگر خارج شو کرد. گفت انا می خیلی جدا می شود. میگه فان تاب عاد الی هذا، اگر توبه کنه دوباره میگه میویه و شبک بین اصابعه. ابلا ابن عباس میگه باز همین چلیکاش در یک دیگر داخل کردم پنجه‌های دستش. و ابو عبدالله یعنی امام بخاری رحمت الله علیه میگه که لا یکن هذا مؤمنا تاما، انسان مؤمنی تام نمی باشه، مؤمنی پره. ولا یکن له نور الایمان، نور ایمان برای این نمی باشه. یک ایمان یا نور داره. واقعا همین انسانایی که ذکر کردیم اگر همین طریق انسان هم ببینی، اگر همین عادتش دروغگویی، عادتش دزدی، عادتش کشتن، عادتش مثلا همین خلاصه همین کارهایی که هست، همین گناه کبیره میکنه، یک نور در روش نداره. سبحان الله، این ایمان خودش یک نور داره که انسان با ایمان رو منور میسازه. وقتی انسان با این عادت ها و این گناه های کبیره را میکنه نور نداره. سبحان الله، که امام بخاری رحمت الله علیه اینا گفت که ولا یکن له نور الایمان، هذا لفظ البخاری. خب وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاثة. ابی هریره رضی الله عنه فرمودن رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودن یعنی علامت منافق سه تا است. و گفت که اذا حدث کذب، یا که کذب، هنگامی که سخن بگوید گپ میزنه، دروغ میگه، هر گپش دروغه. و اذا وعد اخلف، وقتی که وعده میتیه کوره یا وعده خلاف وعده میکنه انجام نمیتیه. و اذا اؤتمن خان، وقتی که امانت رو پیش میگذاره خیانت میکنه او را. خب و امام مسلم زیاد در صحیح مسلم میگه که و این صام و صلى و زعم انه مسلم، اگر نماز هم بخونه، اگر چه روزه هم بگیره، اگر گمان هم کنه که مسلمان است، بازم اون منافق است، اگر عادت ها در کس جمع باشن. خب بعد از اون خطی امام بخاری متفق دامی میشوند اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان. وعن عبد الله بن عمرو رضی الله عنهما روایت است که فرمود رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند اربع من کن فیه کان منافقا خالصا. 4 خصلتی است که کسی اگر همین 4 خصلت همش جمع کنه در خودش داشته باشه او پخت منافق است. و من کانت فیه خصلت منهن، کسی یک خصلت های از همین خصلت ها دو باشه، کانت فیه خصلت من النفاق، یک خصلت از نفاق دو هست حتی یدعها، تا اون هنگامی که امورا پرتوه همون خصلته. بعد میگه ذکر که اذا اؤتمن خانه، هنگامی که دو امانت میتی چیزی را خیانت میکنه. و اذا حدث کذب، و وقتی که گپ میزنه دروغ میگه. و اذا عاهد غدر، وقتی عهد میکنه پیمان میبنده با یک کس امورا خیانت میکنه، دم عهد اشکنی میکنه. و اذا خاصم فجر، وقتی که خصومت کرد با یک کس جنجال میکنه، خصومت میشوه، درگیری لفظی میشوه.
این انسان فجور میکنه. فجور یعنی